وحدت چیست؟ وحدت آسایشتگی در سرزمین خویش. وحدت این سرجمعی هر قوم و ملت است. ولی متاسفانه ما یک زمان وحدت خود را از دست داده بودیم و در راه به دست آوردن وحدت ملی قربانیان زیاد دادیم و البته به جز از آنی که قربانی داده ایم خیلی مردم گرسنه و تشنه و پایلوچ بودند. مخصوصا وقتی که ما خرد بودیم احساس میکردیم جنگ چیست، اما فقط فکرمون به یاد نان و خوراک بود که باشد بخوریم، ولی آن زمان ها خیلی کمچین بود. برادری کلانی ما که در اورگوت ازبکستان آموزگار بودند در آنجا خلطه خلطه نانهای خشکیده و مغار بسته و همزمان کرم زده را می آوردند. ما آن نانها را تر کرده می خوردیم و این لحظه ها هرگز فراموش نمی شود. مخصوصا آن زمان در کوههای زادگاه ما کارتوشکا کاری به اوج رسیده بود و مردم به کارتوشکا کاری رفته می آمدند. ما همراه دادر و خواهرانمان انیقترش به کوه می رفتیم و در راه دادر ما خیلی خردک بود، تقریبا 8 ساله. شکلات هایی که مردم خورده در راه پرت افتادند گرفته بوی میکرد و میگفت کاش که ما هم داشته باشیم این را. و من کمی که کلانتر که بودم احساس میکردم و بسیار دل من در آن لحظه آب میشد. ولی شکر که امروز وحدت ملی به دست آمده است. شکر که امروز ما سیر و پریم، تمام چیز در خاندان ما هست و البته ما باید به قدر این وحدت ملی به قدر سیاست ابرمرد سیاست و ملت محترم امام رحمان برسیم و هرچند که خائنان دولت و ملت این خوشحالی تاجیکان را، آبادی تاجیکستان را با چشم کم می نگرند و گویا که در تاجیکستان هیچ آبادی نیست. ما باید به چشم پلیدانه آنها نگاه نکنیم. ما باید به چشم سر و به چشم دل خود نگاه کنیم و به قدر این نعمت برسیم. و شخصا من آن زمانهایی که مثلا بسیار گرسنگی ها کشیدیم فراموش نمی کنم و تا در وجودم خونه است به قدر این لحظه ها می رسم و ما نباید زود آن لحظه ها را فراموش کنیم و ما نباید وطن خود را، پیشرفت آن را با چشم آنهایی که واقعا خائنان دولت و ملت هستند بها بدهیم. مقصد آنها به جز از پراکندگی ملت دیگر هیچ است و امروز را برای ملت سربلند تاجیک که روز وحدت ملی نام دارد تهنیت میگویم. برای مردم وحدتگرا صمیمانه تبریک، شادباش میگویم و بگذار که همیشه ما سرجم در گرد سیاستی پیش گرفته پیشوای معظم ملت باشیم، به قدر این لحظه برسیم. من گمان میکنم که باز هم تاجیکستان ما بیش از پیش زیباتر و دلاراتر و فخر دنیا خواهد شد. سلامت باشید.